آماده سازی جسد و انجام مراسم و آیین مرگ توسط 2 نفر آدم مخصوص با لباسهای یکسر سفید انجام میشد و بقیه نهایتاً مجاز بودند تا 3 قدمی جسد بیان. اگر بیش از این به جسد نزدیک می شدن باید مراسم دیوزدایی و غسل میت برای اونها انجام می شد. به این ترتیب که وندیداد یه بخش خفن و جذابی از اوستاست که آیین‌ها و مراسم مربوط به مرگ در ایران باستان رو از پیش از تاریخ تو خودش داره. خیلی خفنه. حالا میرسیم. و چون مربوط به زمانها و مکانهای مختلف پهنه وسیع ایران هست، یه سری اختلافات و تضادهایی هم توش پیدا میشه که طبیعیه و کاری به اون نداریم. این وندیداد که گفتیم در مورد مرگ و این داستان هاست، معناش میشه قانون یا شریعت ضد دیو. حالا چرا ضد دیو؟ داستان اینه که اجداد ما و پیشینیان ما بر این باور بودند که علت مرگ یه دیویه به نام دروخشنسوش که از خطرناکترین دیو هاست، از اون پدر سوخته هاست. این دیو موقعی که در تن کسی حلول میکرد طرف میمرد و کار تمام بود و همون قدری که این دیو ناپاک و نجس و خطرناک بود، جسد و بدن اون مرده هم نجس و ناپاک و خطرناک حساب میشد. واسه همین مردم از کسی که مرده به شدت میترسیدن و این ترس از مرده هنوز هم وجود داره که احتمالاً دلیلش به همین داستان برمیگرده. در طول تاریخ ایرانی ها روش ها و آیین های مختلفی رو برای مرگ و کسی که مرده داشتن و اجرا می کردن. مثلا در دوره های باستان در جنوب ایران گاهی جسد رو با موم می پوشوندن و بعد دفن می کردن، یعنی مومیاییش می کردن. یا مثلا در جنوب دریای مازندران، همین شمال امروزی خودمون، و جاهای دیگه‌ای که جنگل و چوب زیاد بود جسد رو می سوزوندن. توی مناطقی اجساد رو توی دخمه هایی میذاشتن تا طعمه لاشخورها بشن. گاهی هم اجساد رو در تابوت ها یا کوزه های سفالین دفن میکردن. بعد از اینکه دین زرتشت فراگیر شد و به دین رسمی ایران تبدیل شد، دیگه سوزوندن و غرق کردن و مومیایی کردن و به خاک سپردن جسد ممنوع شد و انجام این کارها گناه بزرگی حساب می شد. در دین و آیین زرتشت آتش و آب و خاک مقدسن. اگه جسد رو دفن کنن خاک رو آلوده کردن، اگه تو آب غرق کنن آب رو آلوده و ناپاک کردن، و اگه تو آتیش بسوزونن که دیگه هیچی، وا ویلا، آتیش رو آلوده کردن. آتیش خیلی مقدس بوده در آیین زرتشت و آلوده کردن آتیش، این فروغ آسمانی، از بزرگترین گناهان محسوب می شده. در بعضی از منابع اومده که پارسی های دوره هخامنشی اجساد رو مومیایی میکردن، اما طبق گفته گزنفون از کوروش که میگه ای فرزندانم، بدن مرا بعد از مرگم نه در طلا و نه در نقره قرار مدهید، بلکه بلافاصله در زمین بگذارید. پس گویا مراسم مربوط به مردگان در مورد هخامنشیان با اون چه که در دین زرتشتی رایج بوده اختلاف داشته. از مقبره کوروش و گور داریوش و خاندان هخامنشی تو نقش رستم مشخصه که گویا شاهان هخامنشی قانون منع و جلوگیری از دفن مرده رو خیلی رعایت نمی‌کردن، چون در کتاب اوستا صراحتاً دفن جسد مرده در زمین منع شده. ایرانویچ، زادگاه اولیه آریایی ها و زرتشتیان، یه جای سرد و یخبندان و کوهستانی بوده. آریایی ها مرده های خودشون رو روی کوه های بلند و قله هایی که دور از جمعیت بوده میذاشتن تا خوراک کرکس ها بشن و زودتر از بین برن و جلوی بروز و شیوع بیماری هم گرفته بشه.
کم کم اومدن و روی همین کوه‌ها که اجساد رو میذاشتن یه برج‌هایی هم ساختن. به این برج‌ها دخمه میگفتن، زرتشتی‌ها به اون دادگاه میگفتن و پارسیان بهش دخمو میگفتن. تو منابع انگلیسی ایران شناسی به این دخمه ها تاور آف سایلنس یا برج سکوت میگن یا برج خاموشان. در وسط این دخمه ها یه چاهی وجود داشت به نام سراده یا استدان که تغییر شکل یافته استودان هست، که اون هم تغییر شکل یافته استخواندان هست، که استخوان مردگان بعد از اینکه پوست و گوشتشون توسط پرنده ها و لاشخورها خورده شد و فقط استخون موند، استخونا رو توی این چاه یا همون استودان میریختن. طبق همین وندیداد اوستا، زرتشتیان تو هر دهکده یا حتی تو هر خونه یه جایگاه مخصوصی داشتن به نام کته که مخصوص مرده ها ساخته میشد. زنا و مردا و بچه ها به طور جداگانه هر کدوم کته خودشونو داشتن. همین الان هم تو بمبئی تو خونه هر ایرانی پارسی اصیل یه محل پاکیزه و خاصی در جلوی خانه برای این کار اختصاص داره که مربوط میشه به همین رسم و آیین کته که تا امروز به جا مونده. اجداد ما بر این باور بودند که روح مرده در بالای جسدش دائم در حال پروازه تا هر جور که شده به بازمانده های خودش یک گزندی و آسیبی و سیخونکی وارد کنه. اون دیوه رو که یادتونه در روحش نسوش که از خطرناکترین دیو هاست و تو روح مرده میره و دنبال آسیب زدنه. این دیو همراه روح مرده بالای جسد در حال پروازه و باید مراقب باشی تا خفتت نکنه. هر کس از 3 قدمی به مرده ای نزدیکتر میشد، این دیو یقش رو میگرفت و طرف آلوده و ناپاک میشد و لازم بود مراسم دیوزدایی و غسل میت در موردش انجام بشه تا طرف پاک بشه. حالا آمدیم و طرف آلوده شد، چجوری باید مراسم دیوزدایی و غسل میت انجام بشه؟ میگم، ولی قبلش یه تبصره جالب داره. اون تبصره رو میگم، بعد میریم سراغ دیوزدایی و غسل میت. تبصره: مسئله جالب که در 3 بند آخر فرگرد 12 وندیداد اومده اینه که اموات کافران نجس نیست. خیلی جالبه. از دیدگاه مغان هر کسی که کافر باشه و به دین اونها باور نداشته باشه در زمان حیاتش نجسه، یعنی موقعی که زنده است نجسه، و اگه کسی باهاش تماس داشته باشه در موقعی که زنده است نجس و آلوده میشه. اما به محض اینکه مرد دیگه نجس نیست و پاکه، چون دیو دروخش نسوش، همون دیو مرگ، فقط کسایی که ایمان داشته باشن رو میتونه آلوده کنه و به مردگان کافران صدمه‌ای نمیرسونه. عین ریاضی میمونه. آدم با ایمان مثبته، آدم کافر و بی ایمان منفیه. دروخش نسوش دیو مرگ هم که خب دیو ناپاک و بدیه، پس اونم منفیه. حالا دیو منفی با آدم با ایمان رو در رو بشه میشه منفی در مثبت، جواب میشه منفی، پس جسدش ناپاکه. اما اگه دیو منفی با آدم کافر که خودش منفی رو در رو بشه میشه منفی در منفی که جواب مثبته، پس جسدش پاکه و به کسی آسیب نمیزنه. دیدید چقدر جالب و دقیق رو حساب و کتاب بوده این داستان ها؟ داشتم فکر میکردم در طول تاریخ، حالا در هر زمانی و در هر مکانی با یه شیوهی، چقدر مردم رو با این مزخرفات و خزعبلات سر کار گذاشتن و سوارشون شدن و روشون حکومت کردن. غیر قابل تصور واقعا. برگردیم سر مراسم دیوزدایی و غسل میت. گفتیم کسی حق نزدیک شدن و دست زدن به جنازه رو نداشته به غیر افراد خاصی که کارشون این بوده، و اگه کسی
قانون 3 قدم رو رعایت نمی کرده و نزدیک می شده یا به جسد دست می زده ناپاک می شده و باید غسل میت انجام می داده. غسلش هم اینجوری بوده که باید 9 روز به طور پیوسته خودش رو بشوره و تطهیر کنه. با چی؟ با آب؟ خیر، با گمیز یا گمیز. حالا گمیز چیه؟ ادرار گاو. یعنی اگه کسی به جسد دست میزد باید 9 روز خودش رو با شاش گاو میشست تا اون دیو خطرناک دست از سرش ورداره و پاک بشه. البته این بیشتر در مناطقی که در شرق پهنه وسیع ایران و نزدیک هند بوده رواج داشته، اما در مناطق دیگه هم کم و بیش بوده. آقا از ایران و تمدن غنی که داریم بگیم، با افتخار هم بگیم، اما تو این تله نیفتیم که فکر کنیم این یک پکیج و یک بسته کامل و بی عیب و نقصه. ما منشور کوروش رو داریم، تطهیر با گمیز هم داریم. وقت کردین کلیپ شماره 1 رو ببینید. مورد دیگه این که گریه و شیون و سوگواری و عزاداری منع شده و گناه به حساب میاد. معتقد بودن که یه رود بزرگ و خروشانی در دوزخ هست که یه سری افراد گناهکار در این رود در حال عذاب دیدنن و این رود از اشک چشم و گریه همون افراده که در مرگ دیگران گریه وزاری کردن و الان دارن به خاطر همون گناه در رودی که از اشک خودشونه مجازات میشن. خب حالا بریم سراغ قسمت خوشگلش، بریم ببینیم بعد از مرگ یه نفر چه اتفاقاتی میافتاده و چه مراسمی اجرا میشده. موقعی که شخصی میمرده باید همون روز به سرعت کاراش انجام میشده و اگه شب میمرده روز بعد. خلاصه میت نباید رو زمین بمونه. مراسم با روشن کردن آتیش با چوب صندل در خونه و اتاق مرده شروع می شده. آماده سازی جسد و انجام مراسم حتی برای بچه ها توسط 2 نفر آدم مخصوص با لباس های سفید که کارشون همین بوده انجام می شده و بقیه نهایتا می تونستن تا 3 قدمی جسد بیان. جلوتر می اومدن گمیز رو یادتون باشه. اون 2 نفر مرده رو میشستن و تو پارچه کتون میپوشوندن و یه موبدی میومده و در فاصله 3 قدمی وامیستاده و یه سری ورد و دعاهای مخصوص رو میخونده. بعد مراسم سگدید انجام میشده. این مراسم نشون دادن جنازه به سگه. سگ یه حیوان مقدس در آیین زرتشته. دلیلش هم این بود که میگفتن سگی که میتونه دزد و گرگ و دشمن رو فراری بده یا بترسونه، اون دیوه دروخش نسوش رو هم میتونه بترسونه و فراریش بده. حالا فراری هم نداد، لااقل میتونه بترسوندش که میت رو کمتر اذیت کنه و آزار بده. برای همین یه سگ که باید سفید باشه و گوشهاش زرد باشه، حتما باید سفید باشه و گوشهاش هم زرد باشه. بله، یه همچین سگی رو می آوردن کنار جسد و یه تیکه نون هم میذاشتن رو جسد که سگه برای برداشتن نون بره و پوزش بخوره به جسد که رسم سگدید قشنگ اجرا بشه. بله، البته گویا یه کاربردی هم داشته برای اطمینان از این که طرف مرده یا نه. گویا سگ میتونه زنده و مرده بودن رو تشخیص بده. در تمام طول مراسم موبدان در حال خواندن دعاها و وردهای مخصوص هستند. یعنی تو پس زمینه شما دائم صدای خوندن ورد و دعا رو تو ذهنت داشته باش. خلاصه بعد از اینکه مراسم سگدید انجام شد، اون 2 نفر آدم سفید پوش مخصوص حمل جسد میان و جسد رو ور میدارن و میذارن توی تابوت فلزی. بعد تابوت رو بلند میکنن و راه میفتن به سمت دخمه، همون برج خاموشان. این 2 نفر هر کدوم یه طناب یا یه پارچه بلند هم توی دستشونه
و خانواده و نزدیکان میت برای مشایعت میتشون، چون نمیتونن بیشتر از 3 قدم به جسد نزدیک بشن، همچنین با ترس و لرز سر این پارچه یا تناب رو به نوبت تو دستشون میگیرن تا به پای برج برسن. اون سگ سفید زردگوش هم تا پای برج همچنان باید بیاد و میت در دیدرسش باشه ها. بله، دم برج تابوت رو میذارن زمین و پارچه رو از روی صورتش بر میدارن تا خانواده و نزدیکان آخرین دیدار رو با میتشون داشته باشن. بعدش اون 2 نفر لباسهای سفیدشون رو در میارن و لباسهای مخصوص دخمه رو میپوشن. قفل آهنی مخصوص برج رو باز میکنن و جسد رو به درون برج میبرن و روی یه سنگی به نام کیش قرار میدن. سر جسد رو به طرف جنوب میذارن چون شمال جایگاه دیوانه. بعد لباس ها و پارچه مارچه ها رو از روی جسد ور میدارن و اون رو عریان و لخت و پتی ول میکنن. همچین تر و تمیز و آماده واسه کرکسا و لاشخورها که بالای برج در حال پرواز و تماشای این صحنه دلانگیز هستند و از تماشای این صحنه دهنشون آب افتاده. لباس ها به دلیل نجاست باید به درون چاه وسط برج یا همون استودان یا استخواندان انداخته بشن. کار که تموم شد، این 2 نفر میرن توی اتاقک مخصوص و منتظر میشن تا کرکسا و لاشخورها که خودشون رو برای این ضیافت آماده کردن کار خودشون رو شروع کنن. ظرف فقط 2 ساعت همه چیز خورده میشه و کار تمام میشه. بعد مامورای برج میان و استخوان‌های باقی مانده رو در داخل چاه میریزن. در طول این مراسم هم در محل خاصی که در اطراف دخمه ساخته شده مراسمی توسط خانواده متوفی انجام میشه و سروش بق رو زمزمه میکنن و میخونن. در فصل 12 وندیداد مدت سوگواری که بهش اپهمانه میگفتن به طور کلی برای گناهکاران 2 برابر مؤمنان و نیکوکاران گفته شده، اینجوری که برای فرد عادی و مؤمن و نیکوکار مدت سوگواری 1 ماه، برای فرد گناهکار 2 ماه، برای رئیس و بزرگ خاندان و زنش اگه مؤمن و نیکوکار بودن 6 ماه و اگه گناهکار بودن 1 سال. این در حالیه که در فصل 9 میگه عزاداری و سوگواری ممنوع. در مورد مراسم میت هم همینه، تو بخشای مختلف به شکلهای مختلف گفته شده و یه جاهایی با هم تضاد داره. شاید دلیلش اینه که این آیین‌ها و مراسم مربوط به زمان‌ها و مکان‌های مختلفه. خیلی طولانی شد، ببخشید، معذرت میخوام. اگر که مفید بود لطفاً لایک کنید و در آخر مثل همیشه سخت آدم باشیم. من مرتضی رضایی هستم. فعلا.